تو سابقه کاریتون زدین BMCH؟ بله. چی کار میکردین؟ برای مدیر چای میریختم. برای مدیر چای میریختین. بعد تحصیلات زدین watering marine plants. من هر چی سرچ کردم اینو جایی ندیدم، یه توضیح. اینو همه میدونن، آبیاری گیاهان دریایی. آفرین. سابقه کاری 2,111,000 ثانیه. معادل 26. معادل 26. 26 ماه دیگه. نه روز. میشه بدونم بعد 26 روز چرا قطع همکاری کردین؟ چون که هر روز برای مدیر چای میریختم، یه روز چای نداشتیم. پس BMCH رو نتونستید اجرا کنید؟ نه نتونستم، بخاطر اینکه چای نه. تو رزومتون زدین مسلط به زبان فارسی. مگه زبان فارسی زبان مادریتون نیست؟ باشه، ولی مسلطم کاملا بهش. خودش یه مهارت. آفرین. و اینکه نوشتید مسلط به انواع و اقسام مدل‌های مبل و پارچه‌ها، مشخص نکردین که منظورتون چیه دقیقاً. بله، من فرق بین مبل، ناهارخوری و سرویس خوابو کاملا متوجه میشم و به نظرم برای شروع این عالیه. یعنی فرق بین این سه تا رو تشخیص میدین؟ بله. آفرین. TBB یعنی چی؟ یعنی تشریف ببرید بیرون. شما لیاقت منو نداری.